بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. حضرت علی کرم الله وجهه حدیث روایت میکنند از جناب پیغمبر خدا سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم میگویند سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وقلوبهم خاوية من الهدى علماءهم شر من تحت أديم السماء مضمون حدیث شریفی جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند زود است که میآید زمان وقتی میآید که باقی نمیماند از اسلام مگر نام میماند، باقی نمیماند از قرآن مگر رسم، یعنی نام که به نام خود را مسلمان میگوید، قرآن کریم را رسول خود میخواند، با آواز خوش میخواند، با آوازی که دیگرها را مفتون میکنه به خواندنش، لیکن خواندنی که در دل روش تاثیر ندارد. لا یجاوز قرائتهم حناجرهم، قرائتشون از زبان از حناجر از استخوان‌های سینه فرو نمیگذرد. مساجدهم عامرة، مسجدهاشان بسیار عامر و آباد میباشد، لیکن دلها خالی از هدایت. پس فرمودند که همون حالت میشود که علماء شر من تحت ادیم السماء، علما همون وقت دانشمندهای همون وقت بدترین موجودی که زیر خیمه آسمان است همونها میباشد. پس اگر نظر کنیم چانچه ایشان معصوم برادرمون اشارت کردن، اگر حقیقت نظر کنیم ابو زمان شاید همین زمان باشد. زمانی که از اصل از بیخ گفتگوی علمی گفتگوی دینی دیگر شده ایستاده است، به طرزی که چانچه حضرت مولای صاحبان در یک نصیحت خود گفته بودند آن روش که وان نمود با مکر فهم سنتان را بدعت و بدعت سنت. و حاضره گفتگوی حاضره همه که روش پیدا کرده است که سنت‌ها را بدعتشان میتین، بدعت‌ها را سنتشان میتین، حلال را حرامشان میتین، حرام را حلالشان میتین. البته گفتگو هرچند ناروا که باشد در بسیاری شنونده تاثیر میکنه. برای همین بسیاری ها میبینیم که عمل را دیگر کرده ایستادن، عقیده را دیگر کرده ایستادن، روش را دیگر کرده ایستادن. پس برای همین باید که اول علما و دانشمندها فکر کنند، نظر کنند در کتابها، چیزی که اصل سنت پیغمبر خدا است صلی الله علیه و سلم، چیزی که اصل روش دینی است، همون را دریافت کنند و به عامه مردم بفهمانند. دیگر همین که
باید که دیگر کسانی که میشنوند کتاب نگاه نمیکنند از دیگران سخن میگیرند اونا هم فکر کنند که البته دین برای هم معلوم است، عمل برای هم معلوم است. برای مثال بگیریم، دعا کردن بعد از نماز بدعت نمیشه. بالای دسترخوان دعا کردن بدعت نمیشه. و قبرستان گذاشتیم قرآن بخونیم باشیم بدعت نمیشه. البته مومن همیشه باید با قرآن باشه. بالای دسترخوان باید قرآن بخوند، دعا کند، دست برداشته حمد ثنا گفته برای پروردگار، رزق پروردگار از همه نعیم تناول کرده و شکر نگوید، یاد خدا نکند، یاد پیغمبر خدا نکند. البته باید اینم فهمد که این چه حالت میشه. حاضر هستیم میشنیم گفتگو همچنان که حاضر از گفته حضرت معنایی گفتیم، که سنت باشه بدعت گفته میشنیم گفتگو میکنن نصیحت میکنن، که بدعت باشه به سنت گفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره الم نشرح که در نمازها میخونیم آخری آیات کریمه ده میگوید فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. یعنی در تفسیرها میگن که پس چون فارغ شدی از نماز بس مشقت بکش در دعا و به سوی پروردگار خود رغبت کن. یعنی رغبت به ذکر و به تسبیح و دعا میشه. پس در تفسیر میگه که کسی که نماز میکنه بعد از نماز دعا نمیکنه، نماز او رو بر روی او زده میشه. یعنی نماز او هیچ جا قبول نمیشه، بلکه نماز او رو بر روی او زده میشه. مسائل گفتگو بسیار است، اما خلاصه کلام این که یک حال گفتگو پیدا شده است همش خلاف سنت و بلکه خلاف دینداری است. در عقیده بسیار سخنهای بیجا میگویند نسبت پیغمبرها، نسبت قرآن کریم، نسبت اولیاء الله بیادبی بسیار میکنند. بیادبی بسیار که میشود که همون شنونده اگر به همون گفته اونها عقیده کنند عملش طبقه میشود. اصل در دینداری محبت بزرگان است، محبت پیغمبر خدا است، تعظیم و توقیر پیغمبر خدا است، محبت دوستان خدا است. جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در باب محبت گفتند که یا تاکید کرده 3 بار گفتند الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. آگاه باشید که نیست ایمان برای کسی که برای محبت نیست. برای همین بزرگان که تاکید میکردن و محبت و اخلاص و
تعظیم پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، یاد او، صلوات گفتن بر روح او، و همین ترتیب میکردن. نه ترتیب به همه درجه بود که خود جناب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفتن ما جلس قوم مجلسا لا یذکرون الله فیه ولا یصلون علی نبیه الا كانت علیهم سورة الی یوم القیامة فإن شاء عذبهم و ان شاء غفر لهم. نمیشنن قوم در مجلس که در آن مجلس یاد خدا نمیکنن، یاد پیغمبر خدا نمیکنن، صلوات بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیگن، مگر که مجلس حسرت میباشد بر اهلی و تا روز قیامت. پس اگر خداوند بخواهد عذاب میکنن آنها، و اگر بخواهد میبخشد. یعنی مجلسی که به یاد خدا به یاد پیغمبر خدا گذشت و جمله گناهان حساب میشد در حق بنده که گناه بنده در خواست خدا است. خداوند بخواهد اگر بنده را به گناهش عذاب میکنه، بخواهد میبخشد. پس گفتگوی خاطره صلوات بر حضرت پیغمبر گفتن الصلاة و السلام علیک یا رسول الله ویردی همه مسلمان ها بود. از این معنی کردن یا که قرآن کریم را تعظیم کردن، بوسه کردن و طهارت کامل او را قرائت کردن، دست رساندن، سه آداب و تعلیم بزرگان بود. او را دیگرگون کردن. البته این بسیار خیانت بزرگی است از این دوره. باید که عمل مومن همه تعظیم و توقیر پیغمبر خدا باشد، تعظیم کتاب الله باشد. فضل کتاب الله علی سایر الکتب کفضیل علی خلقه. فضل کلام الله علی سایر الکلام کفضیل علی خلقه. فضل کلام الله که قرآن کریم است که سخن خدا است، فضیلت او با سایر کلام و منزله فضیلت پروردگار با سایر خلق است. حالت گفتگوی بجا مسئله های خارج از دین عقیده حاضرها بسیار شده است. بیان او در یک ساعت دو ساعت میسر نمیشه. برای همین اصلی دین عقیده خود را محکم بگیریم. مذهب حضرت امام اعظم رحمه الله را محکم بگیریم. چیزی که در کتاب‌های مذهبی هست همون را عمل کنیم. انشاءالله که راه گم نمیشه. گفتگوی خاطره چیزی که نام پیدا شده است راه سلفی میگن. سلفی گفته یا به همین معنا میگن که ما میگن پیرو سلف میشه، پیرو سلف صالح. پیروی سلف نمیکنیم گفته و یعنی به حدیث عمل میکنیم. لیکن اگر عمل و گفتار اون دیده شود و سلف هیچ یا که مانندی ندارد، به حدیث های شریف هیچ مناسبت ندارد. همه چیزی که گفتگو دارن همه به فکر ظاهری خودشونه، به فکر دیگران. یگان حدیث شریف به این گفتگوها دلالت ندارد. اگر مقصدشون ثواب باشد
راه و روش دیگرها را غلط می‌دانسته باشند، باید که در این مسجد بیان همین عالما خطی گفتگو کنند. یگان سی اگر در گفتار و کردار ها باشد او را نشان بتیان که نه همین کتاب خلافی گفته شما گفته است. کدام کتابی که باشد، کتاب دینی کدام کتابی که باشد، صحیح بخاری میگن یا که صحیح مسلم میگن یا که مشکات شریف میگن یا که هدایه شریف میگن، اگر کدام عملی ها با همین کتاب ها خلاف باشد او را نشان بتیان. البته الدین النصیحت حدیث شریف است. دین همین است که نصیحت خیرخواهی باید دیگر، یعنی در حق برادر انسان خیرخواه باشد. خیرخواهی همین است که همین اشوان خطیب اگر یگان سخنی غلط گفت آماده نشان بتید که همین سخنت با همین حدیث شریف خلاف است یا که با همین مسئله هدایه خلاف است. همین حالا بعد خیرخواهی دینداری میشن. پنهانی هر خیل گفتارها را هر خیل مسئله ها که از جو بیرون آوردن و مردم پنهان کردن و مردم را گمراه دانستن و دیگر را به گمراهی دعوت کردن و بسیار خیانت است، بزرگ است. البته ما باید که مذهب خود را محکم بگیریم، فرزندان را تعلیم کنیم. فرزند در از اول شانشهی که بزرگان تعلیم میکردن میگفتن در مذهب کیستی؟ در مذهب حضرت امام اعظم رحمه الله. گفتن تعلیم کنند، مسائل مذهبی را تعلیم کنند، عقاید عقیده های دینی را تعلیم کنند. عقیده دینی را بدونن، البته پیرو دیگرها نمیشن. عقیده را نمیدونن، عمل را نمیدونن، پس هر کس که با نور سیگو پس پایوش رفتن میگن. نبرامی شده میبینیم که حاضره بسیاری فرزندان عملهاشون را دیگر کردن، رفتارشون را دیگر کردن، اخلاق را دیگر کردن، به طرزی که اخلاق دینی بسیار کم دیده میشن. باز از همه گذشته بسیاری ها رو میشنیم که از پای گمراه شده ما جهاد میریم، گفته با جهاد رفتن خاص میکنیم. اینه بدونیم که جهاد نیست. البته اینا یک چند سال پیش از سر گذرانده بودیم که یک گروه پیدا شده ما جهاد میکنیم، گفته از چگونه جهاد کردن. نه حاضرن که باشه، در کجا که باشه همین جهادی که همین جزدهش همین جهاد است. یعنی که در جا که مسلمان باشن باید دیگر زد خود کردن یا دیگر کشتار، پس او جهاد نمیشن. پیغمبر خدا سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم این پیش دریافته میگفتند که وقتی که فتنه بین مسلمان ها شد فتخیز خیفه من الخشب، یعنی فتنه بین مسلمان ها پیدا شد، این مسلمان ها باید دیگر زد خورد کردن. در حالت تو شمشیری از چوب بگیر، شمشیر چوبی مصادمه میکی از هر دو گروه دور باش که در اون حالت وقتی که بینای کار و فتنه است القاتل و المقتول فی النار، قاتل هم در نار در آتش دوزخ است و مقتول هم در آتش دوزخ است. اینا باره که باره فرزندان بفهمونه که همین حالتی که خواهی دعوت کرده ایستادن و بوده ایستادن شهید میشه گفته شهادت نیست، اما خود را حرام کشتن است خلاص. اینا باید که برای فرزندان بفهمونیم اول فرزندان را دینداری و عمل نیک و اخلاق نیک و روش پاک تعلیم کنید
حلال کردن و حلال کار کردن و کسب پاک و عمل پاک و مختن تعلیم کنیم و پس او را رخصت عمل بکنیم. البته بسیاری امور هست که از بی‌پروایی پدر مادر میشن. در حدیث شریف هستی کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر مولود کودک نوزاد که تولد میشه بر فطرت پاک تولد میشه. تو پاک هست، پاکیزه از درون یگان آوردگی نیست. لیکن پدر مادر پس او را یهودی میکنه یا نصرانی میکنه یا مجوسی میکنه. یعنی به کدام راهی که بره پدر مادر میبره. یعنی برای همین از این پدر مادر این لازم است که اول فرزند را دین و اخلاق و آدمیت تعلیم کنه، پس به او دیگر عملا رو بیاره. در حالت از گفتگوی فاضله، فتنه‌های فاضله باید حذر کنیم. کوشش کنیم که عملی که میکنیم عملی اصلی باشد، عملی دینداری باشد، حلال خوردن باشد، پاکیزه باشد. برای همین اول همیشه یک کاری در خاطر ما میاد، همین است که نماز را باید که به کمال ادا کنیم. الصلاة عماد الدین فمن اقام الدین فمن اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. صلات این نماز عماد دین است، سون دین است. هر کسی که نماز را که برپای داشت دین خود را برپای داشت است. هر کسی که نماز را هدم کرد دین خود را هدم کرد. برپای داشتن نماز این است که چی طرزی که تعلیمات دینی هست و همون طرز ادا کنیم. اذان بگوییم، اقامت بگوییم، سنت بخونیم، دعا کنیم، قرائت قرآن کنیم بعد از نماز، صلوات بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگوییم، تسبیح تکبیر بگوییم. نجسه که چی طرزی که مسائل شرعی آمده است و همون طرز اگر ادا کنیم پس او اقامت میشه. اگر اون طرز که نشیم اضاعت ضایع کردن میشه. نماز خونیم، دعا نکنیم، سنت نکنیم، قرائت قرآن نکنیم، صلوات بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگوییم. البته اون نماز نمیشه. نماز که نشید دین ویران میشه. این دیگر آداب را به جای بیاریم. بالای دسترخوان از نعم الهی که تناول کردیم یاد خدا کنیم، یاد پیغمبر خدا کنیم، صلوات بگوییم، قرآن بخونیم، بعد از مجلس بریم. به گلستان گذشتیم، گذشته ها را یاد کنیم، قرائت قرآن کنیم، صلوات بگوییم، برای اونا بخشیم. و فی دعای الاحیاء للاموات و صدقات نکنم. دعای زنده ها برای مرده ها، صدقه کردن زنده ها برای مرده ها منفعت بسیاری هست برای مرده ها. این فراموش نکنیم. هر حالت به طرز عموم باید بدانیم که همین گفتگو سوی که پیدا شده است همش این خیلی از مسئله نیست. تمام مسائلی که هستن همش خلافی اصل هستن، خلاف شرع است. در صدقات تمام خوردن پس قرائت قرآن کنیم.
ببخشید. البته این عمله های هستند که از اصل آمدگی هستند. بدعت میگن، بدعت نیست اینها. از اصل کار آمادگی هستند که مؤمن عملش باید که نماز باشد و دعا باشد و صدقه باشد. خداوند هدایت کند، توفیق خیر عطا کند. هر حالت حضرت مولای صاحبون در مورد سخنشون برای مذهب بسیار تاکید کرده. در اخیر گفته بودند که و تاکید باز گویم ای مسلمان که دین خواهی به مذهب آر پیمان. یعنی با تاکید باز گشته میگم برای تو که اگر دینداری بخواهی مذهب رو محکم بگیر. اکثر اهل عالم همه با مذهب حنفی هستند. دیگرها باشند به مذهب حضرت شافعی هستند، حضرت مالک هستند. نه به کدام مذهبی که باشد این مذهب رو محکم بگیرد این را می‌یابد. اگر به گفته سلفی شده مذهب بدعت است گفته و این پیروی بزرگان شاید و اینها را تحقیر کند و گفتگو اینها را غلط بشمارد، اگر او البته گمراه میشه، دیگران گمراه میشه. برای همین و تاکید باز گویم ای مسلمان که دین خواهی به مذهب آر پیمان. و خداوند هدایت کند، توفیق خیر عطا کند. آمین. الله وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. آمین. اللهم إنا بروح من عندك، اللهم إنا ولينا اللهم صل وسلم. آمین. اللهم عمر مساجدنا وآمن بلادنا وأيدنا بروح من عندك. آمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت آخرین جوانان ما در دعای بیت ندای خیر. آمین.